حاجی ماه غلاموی 80 ساله مادر خیرنسا غلامعلی و که در چین برای قاچاق مواد مخدر به حکم ابد محکوم شده است، از امضای سند نهایی حکومت‌های تاجیکستان و چین که تبدیل محکوم شده ها را امکان پذیر می‌کند خیلی خوشحال است و امید دارد بعد 6 سال جدایی دخترش را ببیند. من خواهش میکنم که با دختر مرا همیشه پرزیدنت مون همیشه چیز کنه، یاردم کنه، همیشه بیاره که من ببینم. روی من 6 سال 7 سال میشه من روی دختر من ندیدم. خانم غلاموه که در شرایط بد اجتماعی زندگی میکند میگوید دخترش بعد از محکوم شدن شوهرش در ارومچی مشغول تجارت بود. تلفن خطی گپ زدیم، گویره میکنه راهی بعد رفتم خطی کدومه میگه و همین کار رفتم میگه. فرزندان و پیوندان خیرنسا نمیتوانند با مشکلی اقتصادی به دیداربینی او روند. 3 سال پیش ابرونسا غلاموه با کمک برادرانش به عیادت خواهرش رفت و 45 دقیقه صحبت کرد. راه گشتن نمیتونم، کشاله کردن، ای تای کشاش آوردن، گفت که من کسل بسیار میشم. گفت جه خیلی میگه زنکای نغزن و یعنی من خودم زیق میشم زبونشون نمیدونم پول مول روی کنه که من دورو پورو گیرم همینجا وکنم. از آن پیش شوهر خیرنسا عبدالرحیم غلامعلیف را با جنایت دیگر زندانی کردند ولی قرار است او سال 2018 آزاد شود. و میدونیم او نقل کردن که وای تماما سود نکردگان همین فامیلیش که فامیلی اوتام کرده بود غلامعلیف همین سود نکرده بردن در سیزو شنوندنش. روز 19 ایون وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت که سند نهایی تبدیل محکوم شده ها میان دوشنبه و پکین از جانب سفیر تاجیکستان در چین پرویز دولتزاده و معاون وزیر کارهای خارجه چین لیو جنمین امضا گردید. این سازشنامه 13 سپتامبر سال 2014 در شهر دوشنبه به امضا رسیده سال 2015 از جانب پارلمان تصدیق شد. سازشنامه پرداخت خراجات انتقال محبوسان را به وطن از حساب خود آنها و یا خویشاوندانشان پیش بینی می‌کند. در همین حال شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک گفت که اگر خیرنسا غلامعلی و به تاجیکستان استرداد شود احتمال وجود دارد که دادگاه‌های تاجیکستان حکم این شهروند را بازبینی کند. برای صادر شدن همین گونه جنایت در چین حد این عمرباد زندانی شدن باشد ولی در تاجیکستان این نمود جزا پیش بینی نشده باشد یا حکم قتل، بدون شک حد تطبیق می شود در مورد شهروندان که آن را کودکس جنایتی تاجیکستان پیش بینی نموده است. 4 شهروند تاجیکستان در چین حکم قتل گرفتند ولی اکنون امکان دارد از مرگ نجات یابند.